خب سلام بر پتروس عزیز. برای همچین فیلم جنگلک بازی یه فیلم اینجورکی هم با خودت بگیری، میری مثل توپ قلقلی میری بالا و بعد میای پایین. اون قسمتی که راه رفتی اینا نمیخوای، از اون جایی که پات قرار از زمین کنده بشه یه اسپلیت میزنی، خب قبلشو دیلیت میکنی بره. اون جایی که قرار پات بخوره به زمین دوباره رو اسپلیت میزنی، اون وسط رو برمیداری. از قسمت ریموو ویدیو تو ریمووال بک‌گراندشو میبری، انقدر گفتین تون توضیح میدی اینم یواش. بعد همین ویدیو رو از بخش اوورلی میاری پایین، از بخش اسپید میای سرعتشو میذاری رو 14. نگاه کن، به خاطر اینکه یه خورده بیشتر رو هوا بمونی مثلا، هره اینجوری. بعد اسموس رو میذاری رو بتر کوالیتی، اینو مماس میکنی با ویدیوی اصلی خودش. خب ویدیو بک‌گراند که اون پشت دی 3 تا کی فریم میدی، کی فریم سوم بهش دست نمیزنی، یعنی سمت راستی رو بهش دست نمیزنی. کی فریم اول یعنی سمت چپی رو کاملا کوچیک میکنی، کی فریم وسط رو میبری تو آسمون. حالا بخش گرافس ایز اوت 1 رو برای قسمت اول، ایز این یکم برای قسمت دوم. با ما به هزین باش. اینم خدمت شما.